آدم بی‌معرفتی هستی. من به خاطر تو و این بچه و این خونه و زندگی خودمو با آب و آتیش میزنم که شما گوشته نمونی، بعد اینجوری داری جواب من میدی؟ یعنی اگه جناب عالی نبودی ما گوشته میموندیم؟ آها پس موضوع منم. نه منظورش اینه آره دیگه دقیقا موضوع منم. بود و نبود من ظاهرا برای هیچ کس فرق نمیکنه. منظورت اینه دیگه؟ آره بهم نگاه کن. دارم باهات حرف میزنم بهم نگاه کن. چرا حرفتو رک و پوسکنده نمیزنی؟ چون جنبشو نداری. جنبشو دارم بگو. داری؟ آره. چون حالم ازت به هم میخوره. نمیتونم دیگه تحملت کنم. تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست. یعنی من خودم نیستم. من آره تو واقعا خودتی؟ تو آدم 2 سال پیشی؟ تو اون آدمی هستی که من میشناختمه داره؟ تو یعنی اصلا عوض نشدی؟ نه عوض نشدم، تو رو دیگه دوست ندارم. یعنی همه اون زمزمه ها، زندگی ها، عشق ها همه دروغ بود.